جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان، ز صلابت ایران جوان. خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی، یکی دیگر از برنامه‌های تلویزیونی حزب پانیرانیست شاخه برون مرزی رو خدمت شما همیهنان تقدیم می‌کنم. همونطور که در برنامه‌های پیشین عرض کردم، حزب پانیرانیست برآمده از مکتب پانیرانیسم است که این مکتب در طول هزارها به صورت طبیعی به وجود آمده است. کسی نمیتواند ادعا کند که واضع این مکتب است، حزبی، سازمانی، شخصی، بلکه کسانی که پیشگامان این مکتب بودند و از پیشگامان حزب پانیرانیست در ایران، اینان دانشمندانی بودند که این مکتب تاریخی رو آمدند تعریف کردن به صورت علمی و به صورت منطقی و به صورت مکتوب. پیدایش این مکتب در واقع برمیگردد به هزارهای پیشین، زمانی که اقوام آریایی وارد فلات بزرگ ایران میشوند و کم کم در این فلات پراکنده شدند و در کنار یکدیگر زیستند. این زیست اونها همراه بود با توسعه اقتصادی و اجتماعی به علاوه نگهداشت این سرزمین مقدس و در نتیجه برای حفظ و نگهداشت آن همه آنها از زن و مرد و از هر ایل و تباری کوشیدند، خون دادند و اون خونهایی که بر روی این خاک مقدس ریخته شد در طول تاریخ پالایش گشت و از اون این مکتب والا و پوینده به وجود آمد که روح ناسیونالیسم ایرانی هم در همین مکتب وجود دارد. برخی از کسانی که با اطلاع کامل با مکتب پانیرانیسم یا به طور کلی با ناسیونالیسم ایرانی در ستیز هستند، یا آنانی که از روی ناآگاهی و بیخبری ستیزه جویی می‌کنند، باید به این مسئله توجه داشته باشند که این مکتب مانند مکاتب دیگر نیست که مورد حمله قرار بگیرد و از بین برود. همیهنان عزیز ما می‌دانند به خصوص در دهه 60 مکتبی بسیار مطرح بود در خاورمیانه به خصوص و در کشورهای عربی به نام مکتب پان عربیسم. به علت اتفاقاتی که پس از جنگ جهانی اول رخ داده بود و بعد پیدایش حکومت‌هایی در منطقه و اینکه اکثرا مردم و به خصوص نظامیان این کشورها این حکومت‌ها رو حکومت‌های دست نشانده استعمار می‌دانستند و از سوی دیگر به خصوص استعمار در واقع احساسات ملی اونها رو جریحه‌دار کرده بود، یک فعل و فعالات ناسیونالیستی افراطی در بین رهبران جهان عرب پیدا شد و از درون اون، اینجا جالب است که از درون اون افراط‌کاری‌های ناسیونالیستی
که بر پایه تخیلات برخی از رهبران بود، مکتبی به وجود آمد به نام پانارابیسم. پانارابیسم امروز در کجاست؟ همان کشورهایی که اون روزگاران در دهه 60 اینها سعی می‌کردن با یکدیگر متحد بشوند و سعی می‌کردن در کل با یکدیگر یک مکتبی رو به جهانیان عرضه بکنند، امروز در حال جنگ و در حال تقابل با یکدیگر. بنابراین آنچه که من می‌خواهم عرض کنم این است که مکتبی که در طول هزارها به صورت طبیعی شکل گرفته، مردمانی که با رشته‌ها و پیوندهای مختلف به یکدیگر متصل شده‌اند، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی مشترک، مسائل تاریخی مشترک، دین مشترک، زبان مشترک و بالاتر از همه اینها حافظه تاریخی مشترک، کسی نمیتواند این مکتب رو از بین ببرد. چون این مکتب ساخت و پرداخته دست یک انسان و یک گروه و یک حزب نیست و این رو من بارها عرض کردم و به خصوص اعتقاد دارم که جوانان ایرانی به خصوص در بحث‌هایی که مطرح می شود به این مسائل توجه کافی داشته باشند. برخی به خصوص کسانی که به مسئله جهان وطنی اعتقاد دارند، اینها هم نمیدانند که واقعا پان ایرانیسم چه مکتبی است. در مکتب پان ایرانیسم اساساً تقابل با ملیت و ملت ها مطرح نیست. پان ایرانیسم به این معنی نیست که ما مقتدر بشویم و بعد سلطه امپریالیستی بر روی کشورها و ملت های دیگر داشته باشیم، بلکه مکتب پان ایرانیسم این را میخواهد که ما با یکدیگر متحد شویم، ما در کنار یکدیگر تقویت بشویم، ما سرزمین خودمون رو آباد بکنیم و همین الگو رو برای همه ملت‌های دیگر جهان هم. بنابراین ضمن اینکه این مکتب یک مکتب جهان شمول است، یک مکتب جهان وطن نیست. جهان وطنی عوارض خودش رو نشان داده است و گروه‌هایی که به این فلسفه اعتقاد داشتند، آنها هم نشان دادند که در طول تاریخ گروه‌های شکست خورده هستند و مکاتب شکست خورده. نظم نوین جهانی و آنچه که امروز ثروتمندان بزرگ در جهان دارن سعی میکنن با کمک یک عده‌ای از تئوریسین هایی که اینها رو به هر روی خریدن و در خدمت آنان هستند، به گونه‌ای این نظم نوین دارد پیشرفت میکند، به گونه‌ای قرار است در آینده دهکده جهانی، حکومت جهانی و مسائل از این قبیل رو به وجود بیاورند که اول مسئله ناسیونالیسم رو اینها از بین ببرند. اعتقاد من و فکر میکنم همه پانیرالیست‌ها بر این است که آنچه شما با ناسیونالیسم به تقابل بپردازید، ناسیونالیسم رو بیشتر تقویت، مردم رو بیشتر نسبت به سرزمین خودشون علاقمند، چون مسئله ناسیونالیسم هم نشأت گرفته از ملت هاست و بنابراین اگر ما ملت ها رو شاخص قرار بدهیم، آنچه که ملت ها به صورت طبیعی طلب میکنن و دنبال آن هستند، تقویت یکدیگر، تقویت خودشون، میخواهند مقتدرتر باشن، چون در اقتدار است که مورد هجوم قرار دارند، در اقتدار است که میتوانند به سازندگی بپردازند و این اقتدار پیدا نمیشود مگر با اتحاد. ارتش‌های بزرگ، فرماندهان بزرگ ممکن است که یک شبه از میان بروند. طوفان‌هایی که در جهان پدیدار می‌شود، طوفان‌های سیاسی یا اقتصادی، ممکن است بسیاری رژیم‌ها و قدرت‌ها رو در هم بریزند، اما ملت‌ها میمانند و اقتدار ملی فقط و فقط از وحدت ملی سرچشمه می‌گیرد. عوامل دیگر عواملی هستند که در جنب این کمک می‌کنند به وحدت ملی و کمک می‌کنند به اقتدار ملی. بنابراین مکتب پان ایرانیسم به تمام این مسائل توجه دارد و بر همین اساس است که ما همواره سعی کردیم که مکتب رو آنطور که هست، آنطور که در واقع گوهر و ذات وجودی این مکتب است، به جامعه ایرانی و به جهانیان نشان بدهیم. مردمانی که در طول تاریخ
در یک سرزمینی زندگی کرده‌ام و در این سرزمین دارای به خصوص مشترکات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی هستند. این مردم در کنار یکدیگر در طول تاریخ یک ملت رو در یک محدوده جغرافیایی خاصی به وجود می‌آورد. به خصوص مقوله ملت از زمانی مطرح شد، یا آنچه که در انگلیسی به آن نیشن گفته می شود، که جهان از دوران فئودالیته به دوران سرمایه‌داری رفت و بنابراین در عصر سرمایه‌داری بود که ملت‌ها به خاطر پیدایش شیوه‌های جدید تولید و ایجاد روابط اقتصادی به یکدیگر نزدیک‌تر شدند و بعد قدرت‌های ملی یا دولت‌های ملی به وجود آمدند و این دولت‌های ملی بودند که توانستند در خدمت همون ملت‌ها باشند و این ملت‌ها بودند که با حمایت دولت‌های ملی توانستند به بزرگی و عظمت برسند. بنابراین آنچه که امروز ما در سرزمین خودمون مواجه هستیم عدم وجود یک دولت ملی است و این چالشی که در ایران وجود دارد، این گرفتاری و سردرگمی بزرگی که امروز ما در جامعه ایرانی می‌بینیم، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی، همه به علت این است که ما راه گم کردیم. یک حکومت ملی مشروعیت خودش رو بایستی از ملت بگیره. حکومتی که مشروعیتش رو از ملت نگیرد، مورد تایید ملتش نباشد، این حکومت ضعیف می شود و بنابراین ناگزیر است برای هر عمل کوچک، برای هر صدایی ولو بسیار کوچک، اقدام نظامی کند و با اسلحه جلوی مردم خودش رو بگیرد. تا کی؟ تا چه حد می شود به این کار ادامه؟ بنابراین توصیه ما به عنوان کسانی که پیرو این مکتب پویا هستیم این است که بیایید دست در دست یکدیگر وضعی در سرزمینمون ایجاد کنیم که اون وضع بتواند به یک قدرت ملی بیانجامد که اون قدرت ملی بتواند حافظ همه ما و کشور ما باشد. آنچه که امروز برخی در قالب گروه‌های تجزیه طلب مطرح میکنن و مسائلی رو مطرح میکنن که دور از واقعا انسانیت و دور از عقلانیت است، ستمی است که یک گروهی بر گروه دیگر روا کرده. کدام ستم؟ کدام گروه؟ ما حتی اگر به تاریخ قبل از مشروطه هم توجه نکنیم، در تاریخ مشروطه به این طرف شما ملاحظه بفرمایید حکومت‌هایی که در ایران تشکیل شده، دولت‌هایی که روی کار آمده است، نخست وزیران ایران ممکن است از هر گوشه از این مملکت آمده باشه، وزرا همچنین، همه افراد این مملکت در مجالس ایران نماینده داشتند. ایرانی ها در سراسر ایران پراکنده هستند. این مردم در طول تاریخ برای حفظ و نگهداری اون مملکت خون دادن و جانفشانی کردند و امروز هم حق مساوی دارند در داخل ایران. همه ما یکسان هستیم. در این مکتب کسی بر کسی به عنوان ایرانی برتری ندارد. فقط برتری در میزان میهن پرستی است، در خدمت به کشور و به خدمت به مردم است. برتری از دید ما برتری زبان و مذهب و تبار نیست، چون ما همه رو ایرانی میدانیم. برتری بین مرد و زن نیست، چون هر دو انسانند و برابر و دارای حقوق مساوی. گرفتاری که امروز وجود دارد این است که متاسفانه رژیم حاکم بر ایران رژیمی است که به این مسائل توجه ندارد و به علت بی‌توجهی به این مسائل یک گرفتاری اجتماعی پیش آمده است که سرنخ حل مشکل هم در دست خود رژیم است، چون قدرت در دست است. رژیم زمانی میتواند در جامعه جهانی به صورت یک حکومت قدرتمند صحبت کند و در مجامع بتواند حق و حقوق ملت ایران رو بگیرد که توسط ملت ایران حمایت می شود.
ملت ایران زمانی میتواند به بالندگی برسد که دارای یک رژیمی باشد دلخواه خودش، نشأت گرفته از اراده ملت ایران و در خدمت ملت ایران. بنابراین هر دو مثل یک راه دو طرفه هستند، با یکدیگر در امتزاج کامل به سر می‌برند. ما نمیتوانیم قدرت ملی رو از قدرت حکومت تفکیک کنیم. ملت‌های سرافراز جهان ملت‌هایی هستند که دارای حکومت‌های مردمی هستند، حکومت‌های دموکراتیک که حق همه مردم رعایت می‌شود. آزادی‌های اولیه انسانی به مردم داده می‌شود. مردم حق لباس پوشیدن دارن، حق حرف زدن دارن، حق انتخاب دینشون رو دارن. بنابراین ما به عنوان پانیرانیست و به عنوان رهروان این مکتب والا بایستی دو نکته رو به دیگران بگوییم. نکته اول این است که پانیرانیست ها در ستیز با هیچ ملت و ملیت دیگری نبودند و نیستند و اگر برخی ناسیونالیسم افراطی رو تعبیر میکنند به امپریالیسم و سلطه‌گرایی، پانیرانیست ها هرگز در فکر سلطه‌گری نبودند. آنچه مورد نظر این مکتب است پیوندهای فرهنگی و اجتماعی و تاریخی و انسانی است و هیچ گونه سلطه‌ای در اینجا در کار نیست و این پیوندها هست که میتواند به نیرومندی ما بیارزد. نکته دومی که من میخواهم به خصوص به کسانی که امروز کشور ما را اداره میکنن عرض کنم این است که زمانی شما میتوانید در اوج قدرت باشید، زمانی شما میتوانید تضمین کنید حکومت خودتون رو که این حکومت توسط مردمان اون مملکت تایید بشه و این تاییدیه برای شما از هر سلاحی کارسازتر است، از هر ارتشی نیرومندتر است، از هر سپاهی قوی‌تر است و این رو تاریخ نشان داده است و این گفته من نیست، گفته یک پانیرانیست نیست، بلکه این گفته تاریخ است که حکومت‌هایی میمانند که توجه به ملت‌ها داشته باشند و در جهت رفاه، سربلندی و نیرومندی ملت‌های خود کوشش کنند. تا برنامه دیگر همه شما هم‌میهنان بزرگ و نازنینم رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود بر همه شما. پاینده ایران عزیز.